حاجی برگام مگه میشد از این قشنگتر گفتش؟ ببین تا آخر. مسلمان بودن به جای مهر روی پیشانی نیست. مسلمان بودن به مکه رفتن نیست. مسلمان بودن به اینکه شما یه تار موتو کسی نبینه نیست. مسلمان بودن به ولازالین گفتن نیست. مسلمان بودن حتی به حفظ بودن قرآن هم نیست. تیمور لنگ هم قرآن و حفظ بود، برعکسش هم حفظ بود، ولی میگفت بزرگترین لذت دنیا برای من زمانی که گردنو که میبری خون میپاچه بیرون. معاویه نماز میخون، صف اول نماز میخون. پس مسلمان بودن یعنی سالم بودن. مسلمان بودن یعنی پاک بودن. مسلمان بودن یعنی درست بودن. مسلمان بودن یعنی درست کار بودن، صادق بودن، بیریا بودن، قضاوت نکردن، غیبت نکردن، دروغ نگفتن، زخم زبون نزدن به دختر، مقایسه نکردن دختر، اعتماد به نفس دادن به دختر. یعنی انسانهایی که در اطراف منن از زبان من در امان باشند، از نگاه من در امان باشند، از رازهایی که به من میگن در امان باشند. مسلمان بودن به جدی گرفتن قوانین و حرفهای خداست، وگرنه 50 سال آزگار دلاراست شم، 50 تا سفر مکه برم، وقتی بر میگردم یک خانومی رو که 2 تار موش بیرونه رو لقب بر لیبل هرزه میذارم روش، هیچ کدوم از اون نمازا به درد نمیخوره.